همین نام اویس قرانی را شنیدگیه. سلطان اویس قرانی در عالم اسلام مشهور و معروف است. آدم این حضرت به درجه منزله داره در اسلام که حتی در یک خبر اومده است رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که من بوی جنت از طرف یمن استشمام میکنم. در یمن مرد مزیت با نام اویس من بوی جنت میگه از یمن استشمام میکنم. به حد درجه و منزله داره که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی قصه اویس در نزد صحابه ها کرد دلشون گم زد. سوال کردن ابوبکر و عمر هر دش بدن گفتن یا رسول الله میدیده باشیمش. حضرت گفت یا ابوبکر تو نمیدیدیش اما تو عمر ملاقاتش میکنی زیارتش میکنی. وقتی که ملاقات کردی با اویس قرنی بگو که در حق طلب استغفار کنه در حق دعا کنه از اویس دعا بگی. سبحان عمر فاروق گفت که از اویس دعا بگی دیگه از این درجه و منزلتی بالاتر میشود. اما اویس صحابی نبود. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکرد. حضرت صحابی نبود. یک مادر پیر داشته است یعنی یک پسرش بود است همین اویس. این حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نادیده ایمان آورد. یک بار براش میسر گشت گفت سراسیمه میرم حضرت زیارت میکنم. شتابان همراه یک کاروان مدینه منوره آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه نبود. یک دو روز استاد که حضرت تأخیر کرد. این مادر گفت غیری من دیگه یگون خدمتگار دیگه نداره حال مادرم چی میشیده باشه. گفت گشت برفت. یعنی که به درجه صحابگی نرسیده است. به همین درجه و منزلت شما تصور کنه اویس قرنی در تقسیمات از وحشیه که قاتل حضرت امیر حمزه بود خیلی پایون تره. و برای که وحشی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حساب میکرد. وحشی در سال فتح مکه ایمان آورد مسلمان شد و حضرت صلی الله علیه و سلم ملاقات کرده دید. این درجه و منزلت صحابه است. الله اکبر. این صحبت با چی خاطر کردم؟ ببینه یک جمله یک خطبه میتونه که تقدیر آدم دیگر کنه. میتونه که آدم جنتی کنه. میتونه که آدم اصلاح کنه. گر بدانی که نشنوند بگوی آنچه دانی زینک خواهی و پند. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگه اگر حتی گپ تگوشم نکنم بگو. زود باشد که خیره سر بینی بد پای افتاده اندر بند. دست بر دست میزند که دریغ نشنیدم حدیث دانشمند. حتما روزه میشود که همون خیره سرایی که اهمیت نمیدادن اعلان میشید که امری به معروفه میگریختن پشیمان میشوند. ای کاش افسوس صد افسوس ای کاش در وقتش صحبت گوش میکردیم یک استفاده میبردیم. انشالله امروز ما را نوبت دادین. یک لحظه حق میخواهم همراه تو یک صحبت داشته باشیم. بعدا انشالله قاریای بسیار شیرین کلام داریم در محفلمون. بعد نوبت به قاریا میتیم برای جمع کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. همه عمرم به دنبال هوس رفت. همه عمرم به دنبال هوس رفت. نفهمیدم خدا را تا نفس رفت.
نفهمیدم خدا را تا نفس رفت. گمان کردم که من آزاد هستم، گمان کردم که من آزاد هستم، ولی دردآک جانم در قفس رفت، ولی دردآک جانم در قفس رفت. همه خوبان درونی باغ احسان و من عمرم پی هر خار و خس رفت، و من عمرم پی هر خار و خس رفت. اگر در زندگی خاری، اگر رنجور و بیماری، اگر در زیر غم باری، مشو غمگین خدا داری، همه مشو غمگین خدا داری. اگر در زیر غم باری، مشو غمگین خدا داری، مشو غمگین خدا داری. اگر جانی جوانت سوخت، وجود و استخوانت سوخت، اگرچه خانمانت سوخت، مشو غمگین خدا داری، مشو غمگین خدا داری. اگر رفت نوجوانیت، نشاط زندگانیت، اگر رفت یاری جانیت، مشو غمگین خدا داری، مشو غمگین خدا داری. بگذرم از جهان یادم کنه، بگذرم از جهان یادم کنه، در کجایی گفته فریادم کنه. بعد مردن تا نگردم به نشان، ذکر خیری دوستان شادم کنه. گر خطای رفت از من منظرت، آن خطا بخشد و آزادم کنه. یاران و برادران مرا یاد کنه، تابوت مرا ز چوب شمشاد کنه. تابوت مرا قدم قدم برداره، در خاک سیاه مانده و فریاد کنه. به قبرستان گذر کردم صباح، شنیدم نالم و افغان و آیه، شنیدم کله بر خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاه. و قبرستان گذر کردی دعا کن، دعا کردی به خاطر یاد ما کن. تو هم روز بنگوری تنگ و تاریک، دعا خواهنده ای از ترک و تاجیک. یا رب ز خواب غفلت بیدار کن تو ما را. هر کسی که از یاد خدا دور است و در خواب غفلت است، یا رب
زی خواب غفلت بیدار کن تو ما را، مخمور و سرگران هوشیار کن تو ما را. تا کی به خواب غفلت باشی به تن پرستی، برخیز و بندگی کن هر صبح و دم خدا را. یا رب اگر نخوانی از درگهت برانی، امیدی دیگرم نیست جز روضه صفا را. باد صبا گذر کن سوی مدینه امروز، عرض سلام ما گو سلطان انبیا را. یا رب بروز محشر زیر لوای احمد، آنجا سفید گردان روی سیاهی ما را. گفتا بروز محشر هر کس حساب دارد، آنجا ببینی محیا جود و عطای ما را. اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله و آله الاطهار. یا رب زیدری تون چی منی گدا میخواهم، افزون زی هزار پادشاه میخواهم. هر کسی دری تو حاجت میخواهم، من آمدم از تو را میخواهم. من آمدم از تو را میخواهم. اللهم صل و سلم و بارک علیه.